به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی از مسائلی که ما به عنوان مسلمان باید اون رو بدونیم زندگی نامه پیامبران علیهم السلام هستش. پیامبرانی که تمام زندگی خودشون رو وقف دین کردن، کسانی که با همه مشکلات روبرو شدن. بعضی از پیامبران با وجود اینکه سالهای بسیاری رو به دعوت قومشون پرداختن، ولی باز هیچ کس دعوتشون رو اجابه نکرد. به همین خاطر زنجیره زندگی نامه پیامبران رو برای شما آماده کردیم و هر بار به داستان زندگی یکی از پیامبران میپردازیم که انشاءالله بتونیم از زندگی اونا درس عبرت بگیریم و اینکه بدونیم که چه چیزهایی بر سر قوم‌های پیش از ما اومده. اما داستان رو از قبل از خلقت پیامبر آدم شروع میکنیم، حتی از قبل از اونجایی که خدا با فرشتگان در مورد خلق آدم صحبت میکنه، از اونجایی که ابلیس به عنوان یک عابد همیشه پرستش خداوند را میکرد. ابلیس کی بود؟ و آیا موجودات دیگری هم مثل اون وجود داشتن؟ بعضی از مردم فکر میکنن که ابلیس جزو فرشتگان بود و دلیلی هم که میارن اینه که میگن خداوند توی قرآن فرموده ما به فرشتگان دستور دادیم تا بر آدم سجده کنند، همگی سجده کردند مگر ابلیس. ولی خداوند تو سوره کهف به صراحت اینو بیان میکنه که ابلیس از جنیانه و با عبارت کان من الجنی این رو برای ما روشن میکنه. ابلیس هم یکی از مخلوقات خداونده، همونطور که گفتیم جزو اجنه هستش و از آتش خلق شده. مفسرین بر این باورن که بر اساس روایات اسرائیلیات خداوند بعد از خلق جنیان اونا رو مکلف کرد. در واقع اونا باید خداوند عبادت میکردن. بنابراین خداوند براشون پیامبران جنی فرستاد، یعنی از جنس خودشون. ولی پیامبرانی که براشون فرستاده میشد دسته دسته توسط اجنه اشتباه کشته میشدن. بر روی زمین هرج و مرج بسیار زیادی به وجود اومد. تنها یک جن در میان اونا بود که بسیار متقی بود. البته بازم اینو یادآوری کنم که اینا بر اساس روایات اسرائیلیات هستند. طبق حدیثی از پیامبر علیه السلام که می‌فرماید از احادیث اسرائیلی روایت کنید ولی اونا رو نه تکذیب کنید و نه تایید. پس ما هم اونا رو فقط روایت می‌کنیم. ابلیس یک جن نیکوکار بود و به حدی خداوند رو عبادت می‌کرد که توی آسمون هیچ جایی نمونده بود مگر اینکه ابلیس در اونجا خدا رو پرستش کرده بود. تا اونجا که خداوند به ابلیس اجازه داد که به گروه فرشتگان ملحق بشه، یعنی با اونا رفت و آمد کنه، با اونا نشست و برخاست داشته باشه. بعد از اون خداوند فرشته‌ای رو فرستاد تا جنیان طغیانگر که این همه فساد رو روی زمین انجام میدادند از بین ببره. حتی ابلیس خودش داوطلب شد که همراه با اون ملائکه به زمین بیاد و اون جنیان یاغی رو از بین ببره. خداوند بهش این اجازه رو داد و ابلیس بسیاری از جنیان رو از بین برد. تنها تعداد اندکی از اونها باقی مونده بودند که دودمان جنیانی که الان وجود دارند از اونها نشأت میگیره. بعد از این موضوع بود که خداوند با فرشتگان در مورد خلق موجود دیگری سخن فرمود که به عنوان خلیفه و جانشین بر روی زمین خواهد بود. وقتی که خداوند اینو فرمود ابلیس بسیار خوشحال شد و فکر میکرد که اون جانشین از میان جنیان خواهد بود. اما خلیفه‌ای که خداوند میخواست خلق کنه از جنیان نبود، بلکه خداوند متعال میخواست موجود دیگری خلق کنه و همین موجود شد ابلیس شوکه بشه. خداوند فرمود که من میخوام موجودی از گل خلق کنم. فرشتگان بسیار ترسیده بودند، گفتن پروردگارا ما که داریم تو رو پرستی شما عبادت میکنیم، چرا چنین مخلوقی رو میخوای خلق کنی؟ در واقع میخواستم بگن که مگه خداوندا از عبادت ما راضی نیستی که میخوای یه مخلوق دیگر رو خلق کنی؟ خداوند فرمود شما متوجه نیستید و من چیزی رو میدانم که شما نمیدونید. بعداً این موضوع رو خواهید فهمید. ابلیس داشت به این فکر میکرد که این جایگاه مخصوص منه، باید برای من باشه نه آدم، این که از گل خلق شده. خداوند کالبد آدم رو خلق کرد و قبل از اینکه در او بدمه برای مدتی اون کالبد رو اونجا نگه داشت تا خشک بشه. ابلیس سراغ اون کالبد رفت و فهمید که اون جسد از خاک و گل ساخته شده. ابلیس شروع کرد به ضربه زدن به اون جسد که باعث ایجاد صدایی از داخل اون میشد.
ابلیس متوجه شد که میتونه وارد اون کالبد بشه چون کالبد تو خالیه. ابلیس در حالی داشت اطراف آدم رفت و آمد میکرد و به اون نگاه مینداخت که حسی از حسادت داشت در درونش پرورش پیدا میکرد. به مرور زمان کالبد آدم خشک شد، به شکل اصلی خودش تبدیل شد. در همون حال حس حسادت ابلیس داشت بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که این حس تمام وجود ابلیس رو گرفته بود. ابلیس هم به جای اینکه با اون حس مقابله کنه داشت اون رو در خودش پرورش میداد. بعد از اون خداوند فرمود ما از روح خود که خب میدونید روح یکی از مخلوقات خداونده در اون دویدیم و آدم زنده شد. سپس خداوند به فرشتگان دستور داد تا برای آدم تعظیم کنند. خدا برای ما این موضوع اینجوری بیان میکنه که همه ملائکه بلافاصله بعد از اینکه دستور رو دریافت کردن بر آدم سجده کردن و تنها ابلیس بود که سجده نکرد. خداوند فرمود ای ابلیس تو چرا وقتی که بهت دستور سجده دادم بر آدم سجده نکردی؟ ابلیس گفت من از اون بهترم. تو منو از آتش خلق کردی و اونو از گل ساختی. من از اون بهترم. پس خداوند فرمود از اینجا خارج شو، تو ملعون هستی و تا روز قیامت مورد لعنت من خواهی بود. ابلیس میتونست از خدا طلب بخشش کنه، ولی به جای اون گفت خدای من درخواست یک دعا دارم. خداوندم فرمود بگو. ابلیس گفت من میخوام بهم فرصت بدی و تا روز قیامت منو نگه داری. من میخوام بهم این قدرت رو بدی که بتونم بر آدم غلبه کنم و میخوام بهم سرباز و داردسته بدی. میخوام این قدرت رو به من بدی که بتونم توی قلب آدم زمزمه کنم. ابلیس دعای خیلی بزرگی کرد. خداوندم بهش فرمود به تو این فرصت داده شد. این بار ابلیس بعد از اینکه دعاش اجابه شد رو به خدا کرد و گفت ای خداوندا به عزتت قسم به خاطر اینکه منو گمراه کردی منم همه مردم از دین تو گمراه میکنم غیر از اون بندگانت که نیت پاک و خالصی دارن. توجه کنید اصلا شیطان رسما اعلام جنگ کرده انسان. ابلیس گفت من از هر راهی به آدم وارد میشم، یعنی با وسوسه و هر کاری که میتونم انجام بدم راه اونو سد میکنم که نذارم بر صراط مستقیم پا بذاره. ابلیس به خدا گفت میخوام بهت ثابت کنم که اونا از من بهتر نیستن. خداوندم در جوابش فرمود هر کسی که تو رو دنبال کنه من آتش جهنمو از تو اون کسایی که از تو پیروی میکنن پر میکنم. بعد از اون بود که خداوند در مورد ابلیس به آدم علیه السلام هشدار داد. سپس آدم به بهشت وارد شد و خداوند دانش خیلی زیادی رو به اون داد. خداوند نام همه چیز رو به آدم یاد داد. بهشت رو به آدم علیه السلام داد تا در اون زندگی کنه. آدم علیه السلام هم در بهشت زندگی میکرد. بعد از مدتی آدم احساس تنهایی کرد. یه روز آدم علیه السلام توی بهشت خوابید. خداوند یکی از استخوان‌های قفسه سینه اونو برداشت و از اون استخوان خمیده حوا رو خلق کرد. یه انسان مؤنث. بعد از اینکه آدم از خواب بیدار شد یک انسان رو دید که از لحاظ شخصیت و ظاهر با اون متفاوت بود. آدم علیه السلام ازش پرسید تو به چه منظوری خلق شدی؟ اونم جواب داد تا با تو در صلح و آرامش زندگی کنم. خداوند به آدم فرمود ای آدم تو همسرت در بهشت زندگی کنید. از هر چیزی خواهید بخورید. این بهشت همش مال شماست. فقط به اون درخت نزدیک نشید که اگه به اون نزدیک بشید از ستمکارا خواهید بود. شیطان از بهشت خارج شده بود. ولی خداوند این فرصت رو به شیطان داده بود که بتونه حرف خودش رو ثابت کنه و آدم رو از راه به در کنه. شیطان سراغ آدم علیه السلام رفت و به او گفت ای آدم چرا از این درخت نمیخوری؟ آدم علیه السلام هم سر باز داد و گفت پناه میبرم بر خدا. خداوند منو منع کرده که به اون نزدیک بشم. دور شو. ابلیس بارها و بارها تلاش کرد که آدم رو وسوسه کنه که از اون درخت بخورن و هر بار آدم امتناع میکرد و میگفت پناه میبرم بر خدا من از اون نمیخورم. خداوند به من دستور داده که به اون نزدیک نشم. شیطان فهمید که بسیار سختی که بتونه آدم علیه السلام رو وسوسه کنه. خب این بار چه کرد؟ این بار سراغ حوا رفت. شروع کرد به وسوسه حوا و گفت از این درخت بخور. حوا هم اوایل میگفت پناه میبرم بر خدا. خدا ما رو از اون منع کرده. بعد از اینکه 2 بار 3 بار چند بار حوا رو وسوسه کرد این بار شیطان گفت میدونید تنها دلیلی که خدا نمیخواد شما از اون درخت بخورید چیه؟ اینه که اگه شما از این درخت بخورید خیلی به خدا نزدیک میشید.
و برای همیشه جاودانه میمونید. این بار با این کار اونا رو وسوسه کرد. حتی براشون قسم خورد که یک نصیحت کننده مطمئنه براشون. این بار حوا شروع کرد به فشار آوردن به آدم علیه السلام. گفت بیا از این درخت بخوریم تا تبدیل به فرشته بشیم. انقدر به آدم علیه السلام فشار آورد تا اینکه آدم هم قبول کرد که از اون درخت بخوره. در واقع این بار اونا با خودشون فکر کردن که اگه از درخت بخورن خداوند رو از خودشون راضی میکنن. پس آدم علیه السلام هم از اون درخت خورد. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید. مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.